سلام حاجی محترم که فخر کلاب ما می باشید. بعد السلام این که درباره مائندرها یک جمعه خود را که خیلی وقت زیادی خود را صرف می کند صحبت می کردید که مائندرهای بیرحم برای پسر و دختران همان شوهر اوست معامله بد می کنند و تنگروی ها می کنند. صحبت شیرین می کردید زیرا همان طفل ها گناهی ندارند. این برای این گونه زنها تأثیر می بخشید و از یزدان پاک سلامتی شما را خواهانم و در حقمان دعا کنید که بنده گناهگاریم و خداوند گناههای ما را مغفرت کند. التماس دعا کنید خداوند گناههای این بنده را مغفرت بگردانی و خدا از جمیع آفتها در حفظ امانش نگه بداری. آمین یا رب العالمین. و درباره مائندرها که البته امروز همه شما میدانین وقتی که یک مرد زنش از دنیا میگذرد یک زن میگیرد اون دیگر چنان معامله دارد که مجبور می شود این مرد از همه فرزندهایی که در خانه دارد از همه اونها گذر کند برای خاطر همین زن. برای خاطر این زن از 5 فرزند است 6 فرزند است چندی که باشد همه اونها را پیش می کند و همون خانه را صاحب می شود. لیکن این خطا هست در اسلام. این بسیار خطای کلان است. اگر همون زنی که اگر خدا ترس باشد و زنی کردنی باشد هیچگاه این شرط ها را نمی ماند که این فرزندات از خانه بیرون کن بعدا من همراه تو زندگی میکنم. یعنی هیچگاه تو را نمی خواهد او بلکه همون خانه تو را می خواهد. در اصل اون طفل ها و اون کودک ها چی جای گناه چی گناه دارن اونها برعکس بیچاره احتیاج دارند در آغوش گرم مادر ایستادن را. اونها همه دل شکسته شدند. اونها را تا جای این مادری که آمد همچون مادر باید نوازش کند باید که پرستش کند باید برای اونها دلتیی کند. رسول اکرم میگوید انا و کافل الیتیم هکذا و اشار بالسبابه والوسطی. گفت از کسی که اگر حال یتیم ها را غمخواری میکند کسی اگر سر یتیم ها را دستمال میکند یقین داند که مثل انمین 2 انگشت بر من در روز قیامت نزدیک است. پیغمبر خدا احترام یتیم ها می کردند بی کس ها را پشتیبان می شدند. برای چی پیغمبر خدا ببینید فقط زنی که گرفته است هیچ کدامی اون دختر نبود بغیر عایشه همه اونها صاحب فرزند بودند. به خاطر نوازش فرزندای اونها را نکاح کرده گرفت فرزندای اونها را نوازش کنند. باید این مائندرها بگیم این مادرهایی که آمدن در این خانه باید که چه خدمتی در مرد کنند چه خدمتی فرزندهای او را کنند. اونها را به وایه رساند. من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت هکذا. باز حدیث پیغمبر است کسی اگر 2 دخترچه را اگر تربیه میکند روز قیامت میآید هکذا. گفت پیغمبر با اشاره 2 انگشت کردند. کسی تربیه اگر 2 تا کودک میکند باید که این مادرها کودکها را تربیه کنند از تربیه خوبی میکردگیش باز فایده این فرزندها را یک اندک پس انشاءالله میبیند. اینها را دربدر نکند. اینها را که دربدر کردی اون جوان است به همه کار قادر است اونها بیراه میشود. اون پدر مسئولیت دارد در بالای همه فرزندها جوابگر در نزد پروردگار است. شاعر چی میگوید؟ میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر روح البیانه میگوید اگر شما میبینید که یک یتیم از حساب نداشتن مادر است یا پدر است سری خود پیشه کرده است سری خم دارد چوبینی یتیمی سرافکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خیش. وقتی دیدی یتیمی را بی صاحب است آغوش مادر پدر میفارش در پیش او یتیم شاعر میگد به فرزند خودت بوسه نده زیرا او یتیم وقتی که نگاه میکند مهربانی او فرزند البته دل وی گریان میشود وی غمگین میشود. برای دل یتیم غمگین نشدن شما فرزندهاتان در پیش یتیم ها نوازش نکنید. میگوید الا تا نگرید که عرش عظیم
بلرزد همه چون بگرید یتیم. شاعر گو وقتی یتیم گریان شد یقین دانید که عرش پروردگار در جنبش می آید. لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. پیغمبر گفت از من نیست گفت کدام مرد و کدام زن، آن مرد و آن زنی که به خردسالها اگر رحم نداشته باشد، اگر با این خردسالها اگر رحم نداشته باشد، چی مرد باشد چی زن باشد، لیس منا گفت پیغمبر، از ما نیست، از امت اسلام نیست. یعنی این کسی نباشد. باید که برای حیات برقرار کردنشان چیکار کنن؟ باید در بین یکدیگر محبت داشته باشند. چی زن کودک دار باشد چی مرد کودک دار باشد، باید که در تربیه یکدیگر روند. این جوانهایی هست که امروز زنهای 3 کودکدار و 4 کودکدار برای خاطر فرزنداشون نکاح کرده میگیرند تا که کودکهای اونها را ما نوازش کنیم. این بیرحمی است که وقتی که وای وارد خانه من شود، من به خاطر همین خیال زنی بدبختی که سبب چند پراکندگی فرزندای من شود، من فرزندام پیش کنم و وای در آغوشم گیرم، وای به تو هیچگاه زنی نمیکنه. زیرا این شرطی که وای مانده شرط اسلامی نیست.